به صدای دموکراسی شورایی گوش می‌کنید. دوستان و شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو دموکراسی شورایی میشنوید. رادیو دموکراسی شورایی برنامه‌های خود را در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت 8:30 شب به مدت 1 ساعت روی طول موج کوتاه ردیف 41 متر فرکانس 7470 کیلوهرتز پخش می‌کند. در این بخش از برنامه امشب درباره سطح دستمزدهای کارگری مطلبی داریم تحت عنوان کارگران خواستار افزایش دستمزدهای خویشند که همکارم حمید نظارت آن را به اطلاع شما خواهد رساند. با هم به این برنامه گوش می‌کنیم. در حال حاضر سطح دستمزدهای کارگری بسیار پایین است. دستمزد کارگری آنقدر ناچیز است که هیچ کارگری قادر نیست با آن حتی نیازهای اولیه خود و خانواده‌اش را تامین کند. در آستانه سال 85 در حالی که کمیسیون اقتصادی مجلس خط فقر را مبلغ 300,000 تومان عنوان کرده بود، شورای عالی کار حداقل دستمزدهای کارگری را نصف این مبلغ یعنی 150,000 تومان تعیین کرد. کارگر با این مبلغ 150,000 تومان تنها می توانست هزینه اجاره 2 اتاق در حاشیه و یا در جنوب شهر تهران را بپردازد. رژیم جمهوری اسلامی و شورای عالی کار آن دیگر به این مسئله کاری نداشتند که کارگری که 150,000 تومان دستمزد میگیرد سایر هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را چگونه و از کجا باید تأمین کند. آنها با این اقدام خود کارگران را رسما به زندگی در زیر خط فقر محکوم ساختند. با این همه مسئله فقط این نبود که دستمزدهای کارگری در زیر خط فقر تعیین شد، بلکه مسئله این هم بود که با تعیین دستمزدها قیمت کالاها و مایحتاج عمومی نیز به سرعت افزایش یافت. همه کارگران شاهد این مسئله بودند که از اول سال جاری تا کنون پیوسته بر قیمت کالاها و ارزاق عمومی افزوده شده است. به دنبال تشدید منازعات جمهوری اسلامی با امریکا و اروپا بر سر مسائل اتمی و اعمال سیاست تحریم از جانب این دولت‌ها، مسئله افزایش قیمت‌ها مراحل پیشین را نیز پشت سر گذاشته و قیمت‌ها به صورت جهشوار و افسار گسیخته‌ای افزایش یافته است. بهای نان، گوشت، تخم مرغ و سایر اقلام خوراکی، همچنین بهای مسکن و اجاره خانه حتی به اعتراف رسانه‌های وابسته به رژیم از 30 تا 40% افزایش یافته است. بدین ترتیب اگر کارگر با 150,000 تومان دستمزد خود در آغاز سال می توانست تنها 2 اتاق اجاره کند، اکنون باید 60,000 تومان دیگر هم روی آن بگذارد و برای همان 2 اتاق 210,000 تومان بپردازد. همین قضیه در مورد سایر کالاها و ارزاق عمومی نیز صادق است. اکنون چیزی به پایان سال 85 باقی نمانده است. در حالی که قدرت خرید کارگران و سطح معیشت کارگری به نحو دهشتناکی کاهش یافته است، سرمایه‌داران در صدد آن هستند که در سال 86 فقر و محرومیت باز هم بیشتری را بر کارگران تحمیل کنند. در حالی که برخی از کارشناسان بورژوازی با در نظر گرفتن افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها چنین اعتراف می‌کنند که با دستمزد کمتر از 400,000 تومان نمی‌توان هزینه‌های اولیه یک خانوار کارگری را تأمین کرد، خانه کارگری‌ها و اعضای شورای اسلامی اینجا و آنجا از رقم 200,000 تومان صحبت می‌کنند. یکی از اینها می‌گوید
مبلغ 250,000 تومان میتواند حقوق خوب و عادلانه‌ای برای کارگر باشد. به زبان دیگر اینها میخواهند دستمزدهای کارگری باز هم در زیر خط فقر باشد. از نظر خانه کارگر و شوراهای اسلامی این عادلانه است که کارگران و اعضای خانواده آنها در زیر خط فقر زندگی کنند و دائما در گرسنگی به سر برند. سرمایه‌داران و دولت حامی آنها مصممند که باز هم سر کارگران را شیره بمالند و دستمزدهای کارگری را در زیر خط فقر تعیین کنند. آنان از همکنون دارند زمینه‌چینی می‌کنند و به همین منظور کارگزاران خود در خانه کارگر و شوراهای اسلامی را به جلو انداختند. اما کارگران بارها و بارها گفتند و میگویند که این ارگانهای ارتجاعی دستشان در دست کارفرماها و دولت است و هیچ ارتباطی به کارگران ندارند. کارگران بارها و بارها و در اشکال گوناگونی تنفر و انزجار خود را از این ارگانهای ارتجاعی و منفور ابراز داشتند. اگر کسی می‌خواهد بداند که سطح دستمزدهای کارگری در سال 86 به چه میزان باید تعیین شود، باید از خود کارگران سوال کند. باید به سندیکاهای کارگران شرکت واحد، به تشکل‌ها و کمیته‌های کارگری مراجعه کند و نه به تشکل‌های ارتجاعی جاسوسی به نام خانه کارگر و شورای اسلامی. با این همه باید گفت که به رغم تمامی کوشش‌های ضد کارگری طبقه حاکم و به رغم تمامی اقدامات خرابکارانه عمال بورژوازی در میان کارگران نیز از خواست خود مبنی بر افزایش دستمزد دست بر نمی‌دارند و به مبارزه برای افزایش دستمزد ادامه خواهند داد. کارگران مصرانه خواستار افزایش دستمزدهای خویشند. کارگران یک صدا فریاد میزنند که حداقل دستمزدهای کارگری بایستی بالای خط فقر باشد و نه در زیر خط فقر. کارگران میگویند دستمزدهای کارگری باید به نحوی افزایش پیدا کند که کارگران نه فقط از زندگی در زیر خط فقر خارج شوند، بلکه با آن بتوانند امکانات رفاهی و سطح زندگی لااقل متوسطی را برای یک خانوار 5 نفره فراهم سازند.